رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس وارد بلگراد پایتخت سربیا شد. محمود عباس در آغاز سفرش با رئیس جمهور سربیا تومیسلاو نیکولیچ ملاقات کرد. او با یک سلسله سفری به راه برآمده است که جلب حمایت رهبران اروپا در پیشروی از سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل با فلسطینی ها را به هدف دارد. در شهر اوش در جنوب قرقیزستان در پایه مجسمه یادگاری قربانیان درگیری‌های قومی 5 سال پیش گلگذاری کردند. خشونت‌ها بین ساکنان ازبک و قرقیز در اوش بیش از 400 کشته و هزاران زخمی به جا گذاشت. هزاران نفر دیگر مجبور شدند از محل‌های زیست خود فرار کنند. رهبران قرقیزستان در پایتخت شهر بشکک نیز سالگرد پنجم خشونت‌های اوش را یاد کردند. رئیس جمهور المازبک اتنبایف به یک گروه ساکنان ولایت‌های اوش و جلال آباد که در امر نجات مردم از چنگ خشونت‌ها کمک کردند و یا به مردم بجا شده پناهگاه داده‌اند، جایزه ها سپرد. در ولایت بغلان در شمال افغانستان پلیس بیش از 60 کیلو مواد مخدر را مصادره کرده یک راننده ماشین را با گمان انتقال این بار قاچاقی دستگیر کرد. ظاهراً این بار از ولایت هلمند در جنوب افغانستان می آمد. افغانستان بزرگترین تولید کننده اوپیات ها با شمول هروئین به شمار می رود. در سالهای اخیر تولید مواد مخدر در این کشور افزوده است. در پشاور در شمال و غرب پاکستان احزاب مخالف علیه به گفته آنها تقلب نتیجه های انتخابات محلی از سوی مقامات ولایت خیبر پختونخوا اعتراض کردند. در چارچوب این اعتراض مخالفین بسیاری از دکانها و شرکتها کار نکردند. انتخابات روز 3 می باعث اتهامات زیاد درباره تقلب نتیجه های آوازدهی شده به خشونت های هم پیچید که دست کم 20 کشته باقی گذاشت.